با درک عمیق حکمت تشنه را آب دادن ثواب است، صاحبکار مهنت‌دوست عبدالخلیل فدایف در جماعت دهات اتفاقی ناحیه عبدالرحمن جمی از شکر 100 متر آب برآورده بیش از 550 خواجگی جماعت مذکور را روزهای نزدیک با آب تازه تامین خواهد کرد. علاقه قسمتی از اهالی بنقشه گرفته شده از طریق سیستم نوی آبکش که با دستگیری صاحبکار مذکور بنیاد شده است از آب تازه استفاده بوده ایستادند. چنان صاحبکار عبدالخلیل ابراز می‌دارد آنها از حساب پسنداز زندگیشان با خرج بیش از 100,000 سومانی سیستم مذکور را راه اندازی کرده قسمت آخرین کارهای وصولکنی در مرحله انجامیابی است. مسئولین یک مؤسسه تعلیمی رقم 11 ناحیه خراسان را نیز با آب تامین کرده نه تنها آموزگاران و خوانندگان بلکه خواجگی‌های گرد و اطراف نیز در وقت‌های ضروری می‌توانند از این آب استفاده برند. صاحبکار اقدام خیرخواهانه را با الهام از تاکیدهای راهبر دولت ارزیابی نمود. ما صاحبکاران ناحیه عبدالرحمن جامی تصمیم گرفتیم که در جماعت دهات اتفاق زیاده از 500 خواجگی را با آب نوشاکی تامین نماییم. لازم به یادآوری است که ساکنان دهه‌های گنجینه، شهرستان، ظفرآباد یک و ورشیل از آب برف و باران و آب کشیده استفاده می‌کردند و با مهیا شدن سیستم نوی آب تامین کنی بس شاد شدند و منتداری خود را به حکومت مملکت و صاحبکار خیرخواه بیان داشتند. قریب 3 کیلومتر را آب آورده که در برآوردن همین مسئولان که این ده خدمتاش کردن، لیکن شخصانی که اینها را تامین کردن اونها ما همشون میاد داریم که خداوند همشون نگاه دارد. فیض و برکت تاجیکستان ما همیشه آباد باشه، عادی هم آباد باشه که در دوران شوروی 74 75 همین ده ها آب میاد بود، آبایی که از زیر زمین نبود. من این در همین دوران استقلالیت ما شکرانه همین استقلالیت کنیم، دولت دموکراتی ما شکرانه کنیم که خدای تعالی با ما خیلی امانی آب صاف من آب دیده استادم که در پیش ما برآمده است. ضمن صحبت با ساکنان حدود جماعت دهات اتفاق ناحیه عبدالرحمن جمی عیان گشت که این اقدام نخستین صاحبکاران بوده. در گذشته چندین مراتب دیگر عائله‌های نیاز داشته دستگیری یافتند و در آینده نیز با قدر امکان چنین عمل‌های شایسته را انجام خواهند داد.